ریاست خدمات امنیتی فدرالی در سنت پترزبورگ روز 14 نوامبر از بازداشت گروهی از زادگان آسیای مرکزی خبر داده است که به صادر کردن جنایت‌های وزنین متهم می‌گردند. به قبل این نهاد 3 نفر دستگیر شده به آن گمان بر می‌شوند که با استفاده از لباس و شهادتنامه‌های مقامات حفظی حقوق به آدمربایی و غارتگری مسلحانه مشغول بودند. نظر بازداشت شده‌ها نزدیکان یا وکیلان آنها دسترس نشده است. در خبرنامه آمده است گمانبر شدگان از ماه نوامبر سال 2024 تا فوریه سال 2025 خود را کارمندان پلیس معرفی نموده از ساکنان سنت پترزبورگ تمجید و یا آنها را غارت کردند. که نیروهای امنیتی نشر نمودند لحظه بازداشت گمانبران و گویا مصادره حجت‌ها و سلاح نشان داده می شود. کمیته تفتیشاتی روسیه به ضد این گمانبران از روی ماده‌های مربوط به آدمربایی و غارتگری پرونده جنایی باز نموده است. بیانیه‌های خدمات امنیتی فدرالی و نهادهای دیگر انتظامی روسیه در مورد خارجیان و مهاجران اکثرا شبهه برانگیز بودند و امکانی سنجش مستقلانه معلومات آنها برای رادیو آزادی دسترس نیست. در همین حال وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کالاکولتسف دستور داد که نظارت از بالای شهروندان خارجی در منطقه روسیه پرزور گردد. در این باره او دیروز ضمن معرفی رهبران نوی ریاست‌های منطقوی و وزارت تحت رهبریش بیان داشت و از جمله تاکید کرده است خارجیانی که به روسیه می‌آیند نباید به نظارت بمانند. در عکس حال آنها نمی‌توانند باعث تشنج اجتماعی و نزاع‌های بین‌المللی شوند.